سلام به روی ماهتون. این اولین ویدیوی کانال من یعنی بنی ازموه. خیلی خوشحال میشم که تو این کانال با من همراه بشید، چون کلی ویدیوهای بامزه و سرگرمی و فان، کلی ویدیوهای چالشی، ریاکت، ولاگ، کلی ویدیو میخوام براتون بذارم. حالا توی این اولین ویدیو براتون سمای اینستاگرام آماده کردم که بریم سراغ این ویدیو، کلی با هم دیگه بخندیم. پس بدون معطلی برو بریم سراغ ویدیو. خب بریم ببینیم عرفان واسمون چی آماده کرده. ببینیم. بریم سراغ ویدیو اول. ببین فکر نکن خیلی بالایی، چون طوفانم کارش بلند کرده. حالا فیلمو 66 بار ببینیم. چه حرفایی اینا باشه شما متوجه میشی؟ در مورد چی میگن؟ هم بده شیر بفرما. خودش که بود بعد نفهمیدم. دیگه هم با خودش آمود. گفتم ما سوری حالیمون میشه. تو چی میگی؟ بعدش یه روانی دیگه هم پیدا کردی. راست میگه بابا چیه این؟ تازه با فیت هم میدی؟ خیلی باحاله. اینو چه کوکولیه مامان بزرگی؟ الو پپه تو صندوق کیلو جنسه. خیلی گوگلیه. لپاشو ببین. خدا بیامرزه مادر بزرگمو. یاد مادر بزرگم افتادم. یه خاطره ای هست در مورد مادر بزرگم بهتون بگم. من مادر بزرگم که مامانم بنده خدا دیگه آسم داشت، آخراش که داشت فوت میشد، یعنی مریض شده بود، داشت میرفت بیمارستان، یعنی میبردیمش بیمارستان که بستری بشه. قبلش اومد به من گفتش که بهنام یه داره بیا. رفتم پیشش گفتم جانم مامانی. گفتش که چون به من هر از چنگای پول تو جیبی میداد، اون موقع من خیلی شیطون بودم، میرفتم گیم نت و فلان و بیسار و اینا. بعد گفتش که بیا بهنام اینو پوله رو بگیر برو باش لپ بخر. اون موقع بعد اول دوم دبیرستان بودم. بعد گفتم مامانی من دیگه بزرگ شدم، من دوم دبیرستانم، اول دبیرستان بودم یا دوم دبیرستان دقیق یادم نمیاد. اما بزرگ شدم. گفت اشکال نداره اینو برو بگی، یادگاری از من داشته باش، که هنوزم یادگاریشو دارم. خدا رحمتش کنه، دلم براش خیلی تنگ شده. جنگی باش، نزا بهت زور بگن. جنگی منم جنگی جنسیتش ظاهرش دختره، این اصلا شکی نیست. خب ولی صداش یه جوریه، شاید پسراست. جنسیتش الان این پسره یا دختره؟ شما هم بگید. حتما اینم منم. دندونای اینو اوه به ایران چزید. یک عروس هلندی زد زپرتش قبضون شد. چرا میزنی؟ یعنی چی؟ خانوم برای چی ساده بشین جاست. کتک خوردنش اومده گذاشته داخل پیجش. چقدر تو بلد با هدفتون از ساخت این مدل ویدیوها چیه؟ من خودم خیلی نشستم، یه مدت ویدیوهای پارکی بود، حالا دوست داشتید ویدیوهای پارکی هم براتون میذاریم. خیلی باحال بود. مثلا میومد قلبشو در میآورد، نمیدونم اینجوری میکرد، اون میرفت میمرد، بعد اون روحش از بدنش شده. خدایی هدفتون چیه؟ نیسان نکن میشکنه اون آینه. باز در خدمتون هستیم برای برنامه‌های بعد. سلام. این پسره ادیتوره. این پسر ادیتور خیلی کارش درسته. من کانالشو پیجشو دیدم، خیلی باحال کاراش. افتر افکت و پریمیر و اینا همه کار میکنه. محمد نوحی.
چرا؟ چی بود؟ من اصلا نفهمیدم چی شد. اولش یه نوشیدنی رو خورد، اوکی. بعد یکی اومد پیاده شد با اسنایپ زدش. یعنی چی؟ کودکان سرزمینم. من هم سنه اینا بودم، فکر میکردم دختر و پسر ها اونجاشون شبیه همه. نمیدونستم. داستان چیه؟ چند وقت با مجید نمیبینم. دوست داری با کسی که دختر بازه سیگار میکشه بگردم؟ نه مجید هم دوست نداری. مجیدم دوست نداره. آقا مجیدم دوست نداره. خانه ملی کشور ما 24 ساعت قابلمه تبلیغ کنه. خب 20 پارچه آکریلیک، 10 پارچه فلان. وقتی که گوش میدید 20,000 تومان، برنج کیلو 40,000 تومان، دفعه کیلو 50,000 تومان، نمیدونم لوبیا کیلو فلان قدر. به چه درد من میخواد؟ من توی میخوام بپزم. تو چی بپزم؟ حرفش حق بود، راست میگه، ولی من نفهمیدم چی میگه. همزمان کوبید، نفهمیدم چی گفت. اینجا با یادونا بزرگ بگیرید و اینجوری کنید که در کستگی بدنتون پیدا نباشه. که گردنت پیدا باشه. اینجور کن. بیا پایین کسکه اینجور نکن. عجب چیزیه. بدون پیدا نباشه. اینجور کن. پیدا نباشه. دارم مادر دارم، خواهر دارم، دختر دارم، عروس دارم. چرا کس بلام تو معترض نمیشه؟ میدونی سرار ایمان دارن، تقوا دارن، عفاف دارن، حجاب دارن. میگه من گوه نخور دیوز پدستک. خفه شو آشقال. اصلی منحصب شوهرمه. چه صافت برو گم شو. اینجور نکن که گردنت پیدا باشه. اینجور کن. چه صافت برو گم شو. اینجور نکن. بدون پیدا نباشه. نمتون پیدا نباشه. با مهریه یک جر کلام الله مجید، 2 شاخ نبات، 1 جام آینه و شمدان و تعداد 1380 عدد نوشابه خانواده کوکاکولا که دهنت سرویس. داماد است به شما بپردازند، شما را به عقد دائمی و همیشگی جناب آقای دهنت سرویس. یعنی تو انقدر معتاد نوشابه ای؟ این دریا برمز خانم وکیلم. آقا این واقعی بود؟ مگه میشه نوشابه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ نوشابه؟ اینه میخوای بفروشیش؟ یه خیلی نمکه. تو بزن. موتورت هم که بخار داره. هنوز که روشن نکردم. آره دیگه. ساختش هم که هم سیختگی داره. طاقه خلاصه این مال لاستیک جلوه. این اصلا کمکش کار نمیکنه. مدلش چیه؟ 99. 99. اوه مال 1 دقیقه. 1 دقیقه.
اینقدرش کمه. اینقدرش کمه. به نسبت پرادای دیگه یه ذره کوچیکه، 5 سانت کوچیک‌تره. کلا 4 تا چرخ داره، نمیارزه. خیلی قیمت رو زیاد میگی. با این قیمت راست میگه. همه نمایشگاهی ها این تیپیکالو دارن. اگه مشکیش بود عالی بود. اینو از کی گرفتی؟ توریستی چیزی هستی؟ ایرانگردی میکنی؟ 800,000 کیلومتر رفتی، چیکار کردی؟ چراغ بنزینت هم که روشنه، مشکل داره. این آخرین ویدیو بود، خیلی باحال بود. خب آقا اینم آخرین ویدیو. تا ویدیوهای بعدی من هر روز براتون ویدیو میذارم، ویدیو آپلود میکنم به صورت دیلی. ازم حمایت کنید، سابسکرایب کنید. دیگه چند بار بگم دیگه. تا ویدیو بعدی، دوستتون دارم. بای بای.